تو چی میکنی؟ ما دیگه افطار میکنم. دسترخوان چیدیم هنوزم جور کرده میرم دیگه آزان داد افطار میکنیم ما. صحیح. من دیگه امروز یگان چیزا کار دارم از نگاه یگان نان خشکویی یا میوه و چیزا دیگه آها رفتی ببینم چی بازار. پیدا کنم. نام موقعیت بازار یادم بگو دیگه. دیگه نام. ای که هست که بازار تسکو است. ها حساب می یک مارکت روزمره است دیگه، چیزای روزمره ازش خریده میشه، مثلا میوه و ترکاری و نان خشکی گفا آها دیگه. به رقم سایزهای مختلف می باشه، یک رقمش می باشه خرد می باشه، یک رقمش هست که تو کلان بکی می که دیش مثلا لوازم خانه هم پیدا میشه. باز ای که هست متوسطش از دیگه. حالا چی میخوای بخری؟ والا ما خودم کنفیوز هستم دیگه، گنگس هستم. میگم میدان ماندین که چی بخرم. باش دیگه سایل کردم میرم دلم هست یک گلپی بخرم، یک بخر گلپی پخته کنم. بخر. نه من دیروز رفتم سبزی پالک خریدم. یعنی امروز صبح رو گلپی بخر. پختم کردیم با جریان پختنشون تاکی می‌خوام. گلپی های چیچه گلپیش خود خورده است. بخی چیچه سایکل وی کلش برگ است. زور آدمی تا دمی چی ده زمستان امتى می باشه، در تابستان باز کلان می باشه. اینجا تابستان هیچ گلپی نداره فقط زمستان داره. اوه ای من بازم خیلی خیلی شکر است اینجا داریم. تو وسایل تا پیدا کنی خیلی یک دعا میکنم افطار میکنم باز تمام میتیم سایس هستیم خود در خیلی جریان دوای ویدیو بگو هستیم. دیگه. ما شب می باشه وقت دوایت خیلی. سایس خیر ببینی. اعلانات محصولات وطن خودم تیر کنم. ما حالا وقت افطار امروز خرما کیک هم میمونم از این کیکای چی هستن کیک پدیده حمایت از محصولات وطنی. ما همیشه از محصولات وطنی حمایت بشه میکنم کی حتما. بشه خوب گفت هسته. بله بله کی باش ما آدرس رو پیدا کنم. اینه آدرس کارخانهش نه افغانستان هرات شهرک صنعتی. ما همیشه از محصولات وطنی بشه حمایت میکنم و بسیار کیک مزه‌دار داره این اینجا بسیار یک بوی خوبش داره. مسئولات وطنی اینجا رسال که چی هست اونون ما چه از حمایت کنم یا نکنم از مسئولات وطنی اینجا. برک در فروشگاهشون رفتی حمایت کرده رفتی همیاله. مجبور هستم از دال وطنی خودم حمایت میکنیم. دال داریم امشب. اینه باش که مادر بشقاب مادرم است. خوب گچپم تند تیزش کرده خوب دال کم تو تند تیز نبود مزه نمیده. دیگه چی داریم بفر خود دال هم سایه آورده البته و این که است بولونی تخار است در کوتی سنگی است سیرپگی بسیار مزه دار است بسیار زیاد دیگه دور از دلتان خوبش واقعا بشه دیگه یاد نه محصولات خیلی خوب است وطنی که هردی نیست. ما درباره خوردنی چی داریم. بله بله این دیگه تولید وطنی نیست یا کچپ هستن دست مزه دار است خود بابی مورد نوش نه جان. وطنی نیست عربی است چون کجایی است او داره شوگر داره هر چیز داره دیگه من امروز مادر می بیا بخو کتمانان نوش جانتان روزیتان قبول. دیگه ما این خودتان میبینین که دیگه در جای نان هستم خودمون. خرید میکنی دیگه مجبور خرید کنیم نه که نان بخوریم باسه دیگه چی هسته دیگه اینی رقم. نوشتکام از پیش کمره تیر میشه. واخه دیگه بیخار است اشتکار نه. حالا اینجا آمدم که من یک چیز بخرم بچه‌اش. حالا این چیز در یادم نیست. مثلا چی چیزا داره که من مشوره بدم برات
هر چیز که بگی داره مگه این چیز دل من نمیشه. این نیست که چپس ها اقسام چپس چیپساش چی رقم است؟ چیپس قاق است یا چیپس است که باز میگیری خود سرخ چیزا میکنی؟ یک دیگه این قاقش هم از قاق یک تا گرفتیم یک پاکت برای بیم دیگه اینجا میبینی سکیره به چپس های که داشت انداخته میشه از همی بگی؟ دیگه هیچ دل نمیشه یه تری چیز دل نمیشه. خوب خیلی دیگه به شک خوب دستخانک خیلی جور کردیم. جلبی پیدا میشه؟ جلبی هست در دکانای چی اینجا هست یک دکانای افغانام هست داره. ما دیگه میبینی این چیزا هم هست ما دیگه یگان تاره برفی کرده بودیم با جواب برفیش جلبی خواستیم باز امروز جلبی ما برفی باشه جلبی رو نشان بدیم یا محصولات وطنی است سوز بده جلبی های افغانی را دیگه جلبی داریم جلبی هم داریم ایره دیگه میشنین یا پسان میخوریم یا به سری میخوریم این قرطاسی هم داره هر چیز اینجا چون متوسطک هسته هر چیزی که مثلا این کارت مثلا کارت های چی که بخوایی به کس کارت نشته کنی هر چیز داره این رقم هست که صحیح اینه اینی دیواله چیزایی که فوریت تو خوش ما داری اونو مو چیزا باشه دیگه من این چیز دیگه نمیخورم بخی بس خوب نیسته نه خوب نیست خب مزه میتن این یان دیوال چاکلیت واو چاکلیت باز چاکلیت لندن مزه داره خوب از مزهش در چیش هست نه شیرینی شوگرش اینجا قدر واقعیت بگی چاکلیت های این اینجا مسئله جد دیگه من چه مچی بگیرم روغنیات نرخش گرفتم خشت ماست پیدا نمیتونیم یک ماست بگیرم ماست بسیار خوش دارم ماسته ایرانی است اما یا بسیار تند مزه دار هستی که چپک هم سبزش هم سرخش هم میگیرم بسیار مزه میده خوب تند دارش دیگه کم تا بسیار مزه دار است خلاصه من خوش دارم اینجا از محصولات ایرانی هم ممایت شد خوب است از او ممایت شد کشور همسایه است ما از اونها حمایت میکنیم و از ما حمایت کنن همزبان هستیم کلا ما یافتی ماست از اینی میگیرم ارگانیک است دیگه باش در طرف ترکاری ها یک دقیقه هم برم زردک رنده کدگی است نارنجی نه دیگه تو رنده نیستی رقم است کلان توتش کنم باش سوپ چیزا البته حتما اینطور یگان چیزای تیار دیگه این مشکل شویست که مواد نگه دارنده و یعنی غیر از او خراب میشه الان پیاز افتر کنی درست صحیح نمیمونه exactly یعنی مجموع چی داره پس قیمت رو میباشه از دیگه خام که بخری حساب موادی که آماده نباشه که قیمت رو میباشه چه که این قپاکتا که داره بسیر چند میشه به افغانی؟ نوش جان دور از دالکت بولانی بخورم دال بولانی دیگه با هم میره دیگه میره دیگه هم دال دارم بلا دخانه پکدگی پختکدگی خلاص دیگه دال داری دیگه دارم از تو دیروز کمو رو بخوا از دیروز است امیر پختکدگی هست چی میکنم گرم میکنی کاش یک گل پیام من گرم میکنم یک گل پیام پخته میکنم خلاص مادر میگه سیر سرخ کن دیدیم یک دفعه سیر سرخ ای چی است پالک حالا قسمت چون بگیرم یک تا یا نه
بگی مزه‌دار میسازه. من دیروز پالک پخته کردم باش نان داغ خلاص شد میکشم نشانت میدم. در ویدیوی دیروز است. صحیح. خوب است خوب گفت. دیروز دیگه من خانه که برم باز خیلی چیز یادم میاد. یا کاش که میگه تی خانی ما یک نانبایی است نان پرکی از آرد سیاه پخته میکنه از آرد سبوزدار یک مزه داره. حالا خوش مانده نان پرکی از آرد سیاه سبوزدار تو مزه میده. تو هم یاد دلموشه وی دور از دلت. خیلی ما برات میخورم خوارک. خوب بخور از طرف من. باش که ما از این اینجا یگان چیز بگیرم. چی بگیرم نشد. یعنی یک رقم سبزی است من نمی‌دونم که از این خورده یا نه. چی است؟ انتری یک چیره داره. به اینجا برش نه کدوگاک ورکست دانگاک داره بلندک کدوگاک یک ورکست. تال خسته نه دیدیم در بازار دشار بازار دیدم تال نخوریم. یا تال خستم یک دفعه خریدم. من نمی‌دونم موشای کدام طریق پختن داره که من نمی‌فهمم دیگه. یا تال. ترایی اینجا ترایی میگن. نه ترایی بسیار مزه داره. یکی از یک رقم. بر شکر از بخاطر شکر دوایی میگیرن مردم. خود در روغن سرخ کنه تلخیش کم میشه. شنیدی؟ مادر ما در روغن زیاد سرخوش کنه تلخیش کم میشه. و نامش یاد ما نامد. کسی که ویدیو رو میبینه نامش که میفهمین در کامنت نوشته کنین مامو. خوب که پسا. A few inches later. ما سبزی بکشم یک ذره. چلو بکش خی. کلیلا؟ نامش یاد محمد ساسی. چی است؟ کلیلا. بخیام دایندی هم رو میگن. کاریلا میگن بخیام دایندی. یا ما سبزی پالک اسپیشال خودم خریدیم چندیم میده کردیم ششتیم پخته کردیم. دلشیز. مزه‌دار اومده. نوشی جان. از دلت مزه‌دار اومده. تعریفم پشوریم نشه. نوشی جان. بس پالکای از اینجا مزه‌دار اومد. نیچرال است پالک. ما برم در چیکاوت. برو. برم خیلی چیکاوت کنیم میاره. چایز. در چیکاوت کنم که. خیلی بس فعلا خدا بزرگ باز وقتی که چی کردیم. باز پختنیایش در ولاگ بعدی بخیر میبینیم. خیلی خداحافظ.